سلام دوستان، به کانال پانا تراول خوش اومدین. پس از طی هزاران کیلومتر و دیدن مناظر بی پایان و خوردن غذاهای محلی خوب، توقف در کمپ‌های زیبا، این آخرین مرحله از سفر تهران به چابهار تا عسلویه است. ما بعد اون به شیراز و اصفهان برمیگردیم و از اونجا به تهران. پس یه دوری بزنیم به عقب و تهران شروع کنیم. ما با دوستانمون در کرمان قرار داشتیم و همدیگر رو در ارگبم دیدیم. متاسفانه 12 ساعت تأخیر داشتیم تا به کرمان برسیم. بعدش به سمت ایرانشهر و چابهار رفتیم و جاهای دیدنی و جاده‌های خاکی و بیابانیش رو دیدیم و در ساحل کم کردیم. بعدش به سمت بندر عباس اومدیم و به جزیره هرمز رفتیم و بعد اون به سمت پارسیان و الان داریم به سمت عسلویه میریم. برای رفتن به عسلویه ما از یه میانبر استفاده کردیم به نام پارک ملی نایبند. ولاگ ماجرای قبلی با تیم پانا تراول سفری فوق‌العاده از شهر زیبای پارسیان داشتیم تا جایی که مسیرمون رو به سمت پارک ملی باشکوه نایبند ادامه دادیم. در اون سفر پرهیجان از دل کوههای سرسخت نایبند عبور کردیم، به ارتفاعات بیک و چشم‌نواز پارک ملی نایبند صعود کردیم و از بالا خلیج زیبای نایبند رو کشف کردیم. در اپیزود قبل با ما همراه بودی تا سفری شگفت‌انگیز به قلب یکی از خاص‌ترین مناطق ایران یعنی پارک ملی نایبند رو با هم تجربه کردیم. همه چی داشت خوب پیش میرفت. جاده خاکی، طبیعت بک، سکوت کویر و باد ملایم، با اینکه جایی که سنگ‌ها تصمیم میگیرن کی رد بشی و کی نه. ماشین درست وسط مسیر صخره‌ای متوقف شد. نه جلو میرفت نه عقب. کفش گیر کرده بود بین 2 سنگ بزرگ. هیچ راهی نبود، فقط یه گزینه داشتیم: وینچ. ویدیوی قبلی دیدیم که چطور ماشین آفریدیمون بدجور وسط نایبند گیر کرد و فرایند کامل ریکاوری با وینچ در شرایط سخت را دیدیم. تیم ورک، خنده، استرس و کلی خاک خوردن و در نهایت آزادی با طعم پیروزی. لحظه ای که تناب وینچ کشیده میشد، خاک بلند میشد و ماشین بالاخره حرکت کرد، مثل صحنه نجات توی فیلم‌های اکشن. نایبند جاییه که طبیعت دست نخورده‌اش، سکوت مطلقش و سختی مسیرش تبدیل میشن به یه خاطره فراموش نشدنی. اگه عاشق ماجراجویی، سفرهای سخت و تجربه های خاص هستی، این ویدیو مخصوص تو بود. یادت نره لایک و کامنت کنی و حتما به کانال ما سابسکرایب کن تا قسمت های قبلی و بعدی رو از دست ندی. ما در عبور از مسیرهای صخره‌ای
و دست نخورده پارک نایبند با مشکلات بسیاری مواجه بودیم. از گیر کردن در دل کوه و صخره و تلاش برای نجات ماشین‌های گروه گرفته تا دیدن غروب‌های جادویی و آتش روشن کردن و دور هم بودن در کنار آتش. خب بچه‌ها، اینجا اون لحظه‌ایه که فهمیدیم نایبند با کسی شوخی نداره. رفتیم میانبار بزنیم از یه مسیر خاکی آسون و به عسلویه قبل غروب آفتاب برسیم. یهو تبدیل شد به کوهنوردی با ماشین گفت دیگه نمیرم، همینجا جام خوبه. ما هم گفتیم داداش بلند شو، هنوز نصف راه مونده. هرچی هل دادیم و بیل زدیم فایده نداشت و اینجاست که وینچ وارد میشه مثل قهرمان مارو. عنابو بستیم و یهو بوم، ماشین اومد بیرون. همه با هم داد زدیم We got freedom baby. وقتی نایبند گفت کجا به سلامتی بشیم سر جاد، ماشین گیر کرد. ما هم با خاک یکی شدیم. با بیل که نشد، با دعا نشد، ولی با وینچ شد و آخرش مثل قهرمانا آزادش کرد. پس گردگیری ماشین، چک کردن روغن و چراغ عقب ترک خورده. به ماشینم گفتم تو واقعا ماشین افسانه‌ای منی. تو لایق مدالی یا حداقل یه کارواش. Find someone new, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into وقتی بالاخره با وینچ ماشین رو از چنگال سنگ‌های نایبند کشیدیم بیرون، حس کردیم از یه نبرد حماسی برگشتیم. طناب رو جمع کردیم، پاک رو تکوندیم، یه نگاه به هم انداختیم و گفتیم بچه‌ها وقتشه بریم سمت دریا. راه افتادیم. مسیر هنوز سخت بود ولی دیگه چیزی حریفمون نمیشد. هر تکون ماشین یه موزیک قهرمانانه توی ذهنمون پخش میکرد و یهو جلوی چشممون ساحل بکر نایبند ظاهر شد. آبی آب، سکوت مطلق و اون لحظه‌ای که فقط میخوای کفشتو در بیاری و بدوی سمت دریا. یکی چایی آورد، یکی فیلم گرفت، یکی هنوز از شوک گیر کردن در اومده بود.
ولی هممون یه چیز رو حس کردیم. این همون لحظه است که سختی ها میارزه. از وسط صخره های وحشی نایبند تا ساحل آروم و رویاییش گیر کردیم، آزاد شدیم و حالا کنار دریا چایی می‌خوریم. سفر یعنی همین، بالا و پایینش قشنگ. هر جاده‌ای که علامت نداره، هر لحظه سیگنال نداره. اما در اینجا چیز دیگه رو پیدا میکنیم که از همه این چیزا مهمتره. وقتی بعد یه مسیر سخت و صخره‌ای به ساحل نایبند میرسی، حس میکنی پا گذاشتی یه جایی بین رویا و واقعیت. اینجا خبری از شلوغی نیست، نه خبری از هتل و کافه، نه سر و صدای شهری، فقط صدای موج، نسیم دریا و گاهی صدای مرغ‌های دریایی که از دور عبور میکنن. خط ساحلی نایبند، صخره‌های بلند، خلیج‌های کوچک پنهان و نهرهایی که درست وسط خشکی و آب قد علم کردن، انگار برای عکاسی ساخته شده. آب اینجا شفافه، اونقدر که میتونی شنهای زیر پاتو ببینی. هر غروب خورشید درست بین کوه و دریا غروب میکنه و آسمون پر میشه از رنگ هایی که انگار فقط توی تابلوی نقاشی پیداشون میکنی. ساحل نایبند جایی برای دل دادن، برای ساکت شدن، نشستن و فقط تماشا کردن. جایی که خستگی راه از تن در میره و دلت میخواد بمونی، فقط بمونی. ساحلی دور از همه چیز اما نزدیک به دل. نایبند جایی بین کوه و دریا و آرامش، بدون هتل، بدون ازدحام، بدون سر و صدا. این واقعا غیر واقعیه که انتظار داشته باشین جایی به این زیبایی ولی بدون توریست. بعد از اون همه گیر کردن، وینچ کشیدن، خاک خوردن و عرق ریختن، بالاخره اون چیزی که میخواستیم رسیدیم. ساحل نایبند. همین که دریا رو دیدیم همه از ماشین مثل فنه پریدیم بیرون. یکی کفشاشو در آورد دوید سمت دریا، یکی گفت چایی بیارید، اینجا میمونیم تا اطلاع ثانوی. و اون یکی هنوز پشت فرمان نشسته بود و میگفت بابا من گیربکسم داره گریه میکنه. هوای عالی، نسیم ملایم، دریا مثل آینه و ما مثل بچه‌هایی که مدرسه تعطیل شده بالا و پایین میپریدیم. یکی داشت موکت پهن میکرد، یکی با دمپایی رقص جنوبی تمرین میکرد، یکی هم بلند گفت بچه‌ها اینجا کمپ ماست، فعلا نایبند رو اشغال کردیم. هممون خندیدیم، نشستیم کنار آب و گفتیم آره سخت بود ولی اگه این نباشه سفر چه مزه‌ای داره. بعد از صخره درمانی و گیر کردن تو سنگ و خاک رسیدیم به دریا. نایبند جون، بالاخره دیدمه. چایی خوردیم، رقصیدیم، گفتیم اینجا دیگه خونمونه.
ولی دیگه باید یواش یواش بریم به سمت عسلویه. داره واقعا دیر میشه. اگه عاشق ماجراجویی، سفرهای سخت و تجربه خاص هستی، این ویدیو مخصوص توه. حتما لایک و کامنت یادت نره. حتما سابسکرایب کن تا قسمت‌های بعدی و قبلی هم از دست ندی. جایی هست در جنوب بوشهر کنار خلیج همیشه فارس که وقتی بهش میرسی انگار زمان متوقف میشه. اونجا ساحل نایبنده، جایی که کوه به دریا میرسه و سکوتش بلندتر از هر صدایی توی زندگی مدرن ماست. ساحل نایبند بکره، وحشی و بی ادعا. نه هتل داره، نه مغازه، نه تابلوی گردشگری، فقط دریاست. کوههای زاگرس که تا لبه آب کشیده شدن و نخل‌هایی که انگار از دل خاک شور بالا اومدن که به خورشید لبخند بزنن. اینجا خبری از جمعیت نیست. اینجا جای آرامشه، جایی برای اونایی که از دود آهن خسته شدن و دنبال یه گوشه ناب برای نفس کشیدنن. شبها آسمون پرستاره است، اونقدر نزدیک که میتونی ستاره ها رو با انگشت نشون بدی. و صبحها صدای موج، صدای واقعی بیدار شدنه. نایبند یه ساحله، ولی نه فقط یه جای دیدنی. نایبند یه حسه، یه مکانه برای باز کردن قلبه و بستن چشما به همه چی جز طبیعت. ساحل نایبند، نسیم دریا، صدای موج، چای زغالی و یه آرامشی که انگار هیچ وقت نمیخوای تموم بشه. ولی خب ما آروم نمیگیریم. سوار ماشین شدیم، زدیم به دل جاده که ما رو میبرد سمت یکی از عجیب ترین تضادهای این سفر. از طبیعت فکر نایبند تا قلب صنعتی ترین شهر ایران، عسلویه. راه ساده ای نبود. از یه طرف گرمای جنوب که مغز آدم رو کباب میکنه، از یه طرف جاده هایی که معلوم نیست کوهن، شنزارن یا مینگذاری شدن. یکی از بچه ها گفت اینجا جاده نیست، تست اعصاب راننده است. کم کم بوی گوگرد، شعله های بلند پالایشگاه و صدای هیسی سلوله ها
به جای صدای دریا اومد و اون لحظه ای که تابلو عسلویه رو دیدیم همه گفتیم خب رسیدیم به مریخ ایران. ولی خنده هامون، دنده کمکمون، صدای موتور هنوز قطع نشده و ناگهان دنیامون عوض میشه. از ساحل بک وارد سرزمین آهن و آتش میشیم. اینجا قلب تپنده صنعت ایرانه، گرم، قدرتمند و با یه ضرب آهنگ کاملا متفاوت از اون چیزی که پشت سر گذاشتیم. از ساحل رویایی نایبند تا شعله‌های بی‌پایان عسلویه، یه سفر دو دنیای کاملا متفاوته. طبیعت خالص، صنعت خالص. اینجا همه چیز فرق داره. ساختمونای صنعتی، ماشینای سنگین، گاز، نفت و یه حس عجیبی که میگه اینجا قلب تپنده اقتصاد ایرانه. Creeping through the shadows and the corners of your mind. I go where the wind blows. I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. در جنوبی ترین نقطه استان بوشهر، جایی میان کوههای خشک و دریا، شهری قرار گرفته که شاید ظاهرش ساده باشه، اما در دلش داغ‌ترین شعله‌های اقتصاد ایران میسوزه. عسلویه فقط یک شهر نیست، اینجا یک جهان صنعتی است. جایی که صدای ماشینالات سنگین، شعله‌های همیشگی پالایشگاه‌ها و بوی گوگرد و نفت بخشی از زندگی روزمره است. اینجا پارس جنوبیه، بزرگترین میدان گازی جهان که ایران و قطر روش شریکن. جایی که روز و شب نمیشناسه و هر ساعت میلیون ها متر مکعب گاز از دل زمین بیرون میاد تا ایران روشن بمونه. پالایشگاه ها، لوله ها، برج های شعله‌ور و صدای موتورهای عظیم تصویر آشنای عسلویه است. اما با همه این سختی ها و گرما اینجا پر از آدم های پرتلاشه. از مهندس گرفته تا کارگر، از نگهبان تا متخصص حفاری. عسلویه شهر فرصته، شهری برای ساختن، برای خلق، برای روشن نگه داشتن چرخهای کشور. رفقا، اگر یه روزی خواستید جایی برید که هم آفتاب داره، هم دود، هم آتیش، هم صدای بوق، هم بوی گوگرد،
یه جا که وقتی واردش میشی حس میکنی وارد مرحله آخر بازی نفت کرافت شدی. اونجا جایی نیست جز عسلویه. بله، شهری که توش نه پرنده پر میزنه، نه کولر کار میکنه، نه موبایل آنتن میده. فقط یه چیزی همیشه روشنه: شعله پالایشگاه. اینجا آدم تا بخواد یه نفس عمیق بکشه میفهمه اشتباه کرده، چون به جای اکسیژن با یه ترکیب خاص از گاز متان، بوی نفت و کمی نمک دریایی ریه ها رو شارژ میکنی. عسلویه جایی که وقتی بری اونجا گرما بهت نمیگه سلام، میگه بیا بغلم عزیزم. دمای هوا توی تابستون اونقدر بالا میره که سوسکا خودشونو داوطلبانه پرت میکنن تو سایه. ولی با همه اینا دم عسلویه گرم. چرا؟ چون داره کل کشور رو روشن نگه میداره. گاز میده، نفت میده، عشق میده. البته یکم سخت. و جالبه بدونی که وسط این همه دود و لوله هنوزم میتونی لب ساحل بشینی، یه چای بزنی و به شعله های پالشگاه خیره شی و با خودت بگی ما اینجا چی میخوایم واقعا؟ اون شب تو عسلویه همه چیز عادی بود. گرما بالا، بوی گاز تو هوا و ما هم شاد و خندون. توی جاده صنعتی در حال عبور بودیم که یه صدای ترمز و بعدش تا. دوستمون هم ماشین پیاده میشه، میگه فکر کنم مال ماشین عقبم یه ذره فشار خورده. راننده پژو که به رفیقمون زده بود میگه داداش این که چیزی نیست، بیا یه چایی بزنیم روش درست میشه. و ما هم که انتظار داشتیم دعوا را بیفته، یهو دیدیم 2 نفر با هم دارن میخندن و چایی میخورن. داداش خدا رو شکر فقط خط بود، نه جون نه ماشین چیزیش نشد. و این گونه بود که یک تصادف در عسلویه با یک چای زغالی و یه بغل رفاقت و یه خط کوچیک به خیر گذشت. شب که میرسه تو بیشتر شهرها چراغا کم کم خاموش میشن، ولی تو عسلویه ماجرا دقیقاً برعکسه. اینجا شبها تازه پالایشگاه ها جون میگیرن. شعله ها مثل مشعل المپیک تا آسمون میرن. لوله ها نفس میکشن و صدای سودهای صنعتی تو سکوت شب میپیچه. آسمون پر از ستاره نیست، ولی زمین مثل یک شهر آینده‌گرای علمی تخیلی میدرخشه. قرمز، نارنجی، زرد، انگار زمین داره آتش بازی میکنه، اونم بدون جشن. گرمای شب تو عسلویه هم خاصه، نه اون گرمای عاشقانه شبای شمال، نه خنکی شب کبیر. اینجا شب هم داغه هم صنعتی.
بعد کلی رانندگی زدیم بغل. یه چایی زغالی دستمونه، صدای شعله فله ها میاد و یکی از بچه ها میگه برادر اینجا شباشم روزه. ولی یه چیزی هست که شبای عسلویه رو خاص میکنه، اون حس عجیب که وسط این همه آتش و آهن تو هنوز با رفیقات نشستی زیر نور ستاره های پالایشگاه و داری از یه سفر ماجراجویانه حرف میزنی که فردا بازم ادامه داره. صبح همگی به خیر. حرکت از عسلویه شروع میشه، همون شهری که شبهاش روشن‌تر از روزه و هواش یه ترکیب خاص از داغی و دودی داره. ماشین رو روشن میکنی، کولر تا ته و یه دعای کوچیک برای این که ای کاش جاده مثل بنز بره نه مثل نیسان. اولش از میان تأسیسات صنعتی رد میشی و کلای نفتی، لوله‌هایی که تا افق ادامه دارن و گاهی شعله هایی که انگار دارن برات دست تکون میدن. بعد از اون کم کم وارد جاده های کوهستانی میشی، پیچ در پیچ، بالا پایین، سربالایی هایی که ماشین میگه داداش یکم آرومتر، نفسم گرفت. کم کم هوا خنک‌تر میشه، رنگ کوه‌ها عوض میشه، درخت‌ها ظاهر میشن و جاده از یه دنیای صنعتی وارد طبیعت وحشی و آزاد میشه. وسط راه ممکنه یه جایی وایسی کنار جاده، چای آتیشی بخوری، یه لیوان دوغ محلی بزنی و یکی از اهالی محلی بپرسه از عسلویه اومدی؟ گرمت نبود؟ سفر از عسلویه تا شیراز مثل رفتن از یه دنیا به دنیای دیگه است. از صدای کمپرسور و بوی گاز تا بوی نرگس و صدای شعر حافظ. وقتی وارد شیراز میشی اولین چیزی که میخوای بری ببینی یه سایه است. اینجا بچه ها از هم جدا میشن و بعضی از بچه ها میرن که شیراز بمونن. متاسفانه ما شیراز نیمونیم و یه سره میریم اصفهان. مهدی خوش سفر یک برنگ سبیل آقا ببازید بعدی آقای مهدی شوکه بعدی هر میزدی خبر داری؟ دمت گرم که فیلم گرفتی همه رو وایرالمون کن، میخوایم بریم اون بر دنیا. نه دیگه میرفته داریم مهداد چه خبر؟ نمیدونم انشالله تو امروز نمیای اصلا تهران؟ علی بیا اینجا بچه بغلشه آخه همچنان داری فیلم میبینی موضوع تو ماشین ما موضوع الان زرد میشم، موضوع که زرد شده بعد میام میبرم دیگه.
خدا کناری این سفر کلا یا نگیدیم باباش فیلم بگیم این میگه من دیگه از این بعد سفر میام نمیگه نمیام قبوله؟ بله از این بعد همیشه میاد خداحافظ خوش اخلاق Something, yeah. We're going to go get food, and I think he wants to sleep somewhere. Okay, nice to meet you so این خونه خاله حمید رضا هر وقت دیگه بریم فدات تو خدا تعارف این یه دور میزنیم شیراز اینجوری سمت سوچابی ما اینجوری نیستیم میخوام این شیراز ببینیم آخه باشه ما میریم با هم میبینیم خب حالا میریم یه دور میزنیم ببینیم چی میشه بزنیم به خدا تعارف به نمیکنم خدا تعارف اگه ندارم. تعارف نمیکنی بیا فدات بشم من به خدا تعارف من با تو نمیکنم تعارفی نیستم فدات بشم ما هم همینطور نیفتید فقط میریم یه دور میزنیم شاید اگه وقتی هستم بریم پرسپولیس رو ببینیم تخت جمشید ایشالله ندیدیم تا حالا چه دوربین خوشگلیه فدای تو از همینجا پرهام رو میبوسم پرهام این فیلم رو نگه دار حتما. به یادگار حتما. روزهای بعد سالهای بعد خداحافظ پرهام سفر خوب ساحلیمون خیر خداحافظ آره شما هم رفتیم فدای شما خیلی ممنون همین رضا بیا برو دیگه هم خبرهای خیلی خوبی بودین فدای شما نه بابا این حرفا چیه چه بی تربیتی گفتیم و خندیدیم و شاد بودیم و فدای شما اونجا بردمش توی دریا دمام نمک چسبیده کارش دارم نه ولی شسته میشه چون همین بسته باید با خمیسی میکنه آره حمید رضا بیا برو دیگه آقا ما رفتیم خداحافظ 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 ببرش ببرش مال تو خداحافظ کجا می‌خوای منو بذاری؟ من دیشب اصلا خوابم راحت بود داده یه صدای تو زیر گوشم خیلی در ماشین من چجوری بخوابم صدا تو زد کن منم شب به شب بفرست برو مسی برو سمت اصفهان اومدی برو سمت اصفهان راه بیفتی بریم سمت اصفهان اصفهان یا شیراز اصفهان دماوندی الان باید بریم بالا دیگه بریم اصفهان شیراز نیم باشه چاکر مراقبت من همینطور خبر عالی موجود شما هست خیلی خوش دادش شما ببخشید اگه ما جسارت یعنی جسارت کردم ببخشید دوستتون کردن درجه یک خوشمشرم و پر انرژی همیشه همینجور بمونیم و شما اینجوری سرحال ببینیم و هم بریم کنیم سفرهای بعدی شاید سفر بعدی کجا بریم با هم حتما با منو ببر بریم دلیل بیچونی باید تو باید تو باشی خداحافظ خدا ما از اینجا به سمت اصفهان حرکت کردیم حالا شیراز نموندیم ولی یه سفر کامل باید بیام یه ولاگ تو شیراز بگیریم شیراز یه شهر بزرگ و خیلی زیباست خودش برای خودش سخنها داره میریم به سمت اصفهان به سمت شهر فرهنگ دوستی
ببینیم شهر اصفهان چجوره. تبلیغ دایان رو دیدی؟ سفر کوتاه ایمن همراه ما به دایان آبی. Vestido. No. Ay. این ویدیوی خنده دار ما میبافت. حالا کیان از ماست. این ویدیوی خنده دارم داریشو من. حالا این ویدیوی خنده دار رو حتما ببینید با بلفی و کوکوخون. این کوکو این بلفیه نمکیان خانه تجربهشو ببینی اصالهشو ببینی. یو علی خوب کوکو خان کجا میری؟ گوزم نگیری دفعه گوزم نگیره. داریوش خان چی میخوای بگی؟ هیچ چیزی نداره داریوش خان؟ بخ شدی ما داریوش این ویدیو رو بگیر از این تیکر رو داریوش بده. خب این ویدیو خیلی مزیداره سنم روشن داریوش کشی داریوش کیان که این زیره موش چرا میزنه آخه مچه کیان کوکو منم که اونتای بگی خدافز. شیراز شهر شعر و نرگس و فالوده، با دلی شاد از حافظیه، با شکمی پر از کلمپلو و با مغزی نیمه خواب که میگه واقعا راه بیفتیم الان. جاده از دل کوه و دشت رد میشه. اولش که از شیراز بیرون میای هنوز حس و حال باغ و صفاست، ولی کم کم طبیعت عوض میشه. دشت‌های باز، کوه‌های دوردست و روستاهایی که با هر توقف یه چای و یه سلام گرم تقدیمت میکنن. مسیرت میتونه از طریق آباده، شهرضا و بعدش به اصفهان برسه. هرچی جلوتر میری لهجه ها تغییر میکنن. تابلوها کم کم پر میشن. از اصفهان خوش آمدی و بوی دوغ و بریانی کم کم به مشامت میخوره. منظره جاده ترکیبی از کوههای خشک، تپه‌های نرم و گاهی درختای بادکوره‌ای که وسط هیچ جا واسادن و زندگی میکنن. و جاده گاهی مستقیم، گاهی پرپیچ و خم، گاهی با یک کامیون جلوت که سرعتش از اینترنت روستا هم کمتره. و اون لحظه طلایی که تابلوی اصفهان رو میبینی، همه خستگی راه میره کنار. تو وارد شهری میشی که نصف جهانه. حالا وقتشه بگی سلام بر سیاه‌وسپل، سلام بر نقش جهان، سلام بر بریونی با نورسنگک و دوغ سنتی. همه چیز خوب پیش میرفت. از شیراز تا اصفهان اومدیم، خوشحال، خندان، با کلی خاطره و حافظ و حلوا، تا اینکه اول صدای لعنتی اومد. تق 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 تق. ما چی بودیم؟ باد زد.
گربه زد، آسمون تگرگری. نه رفیق، این صدای آخرین نفسهای ماشینمون بود. بعد تقریبا 6000 کیلومتر کنار خیابون نگه داشتیم. کاپوت بالا، دود بالاتر. مکانیک: داداش یا یاتاقانه یا همه چی. ما که میگیم یعنی چی؟ مکانیک میگه یعنی تهران. اینجا قطعات ماشینت نیست، بذار رو کفی برو تهران تا اینجا شب نمونی. و اینجا بود که قهرمان داستان وارد شد. کفی بر، کامیونی که مثل اسب سفید تو افسانه ها از دور رسید، با طناب و جک و صلوات. ماشینمون رو گذاشت رو کولش و گفت بریم سمت تهران. فقط صندلی نداره، جلو نمیشینی، باید تو ماشین خودتون بشینین تا تهران. حدود 500 کیلومتر بالای کفی، ماشین بالا پایین. تو راه برگشت ما تو ماشینمون داغون شدیم. بالای کفی نشسته بودیم، از بالا به بقیه راننده ها نگاه میکردیم با نگاه تحقیرآمیز. شماها راه میرید، ما رو هوا میریم. باتری ماشین کم کم داشت تموم میشد، ولی داشتیم آهنگ و گوش میدادیم. رفیق ماشینم خراب شد، بگو دیگه چی کار کنم. و خلاصه بعد از 500 کیلومتر سوار بر افتخار ملی رسیدیم تهران. خسته له، ولی با یه داستانی جذاب برای همیشه. با مموری کارت های فول که بیایم براتون از داستانامون بگیم. از تهران تا چابهار، چابهار تا هرمزگان، جزیره قرمز و سرخ هرمز و عسلویه، شیراز، اصفهان. انشالله که خوشتون اومده باشه. بریم یه تعداد از عکسایی که تیم پانا تراول گرفته رو تو این سفر چابهاری ببینیم و با هم لذت ببریم. خب رفقا، اینم از سفرمون از تهران تا چابهار عسلویه و برگشت. پر از ماجراجویی، خاک، خنده و یه عالم خاطره، ماشین خراب. اگر از این ویدیوها خوشتون میاد حتما لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره و تو کامنت ها بگین کجا رو بریم بعدی. پانا تراول همیشه تو راهه تا سیزن بعدی و یه سفر بعدی.
خدا نگهدار.